در پی نشر خبر افتتاح نمایندگی مرکز مهاجران شهر و ولایت مسکو در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، مردم زیادی به اداره پایگاه خبری بامداد مراجعت کردند که درباره کار این دفتر و سراغش معلومات بیشتر بدهیم. پیش از همه به خوانندگان عزیز اطلاع میدهیم که سراغ نمایندگی مرکز سخر و در دوشنبه چنین است: کوچه صدرالدین عینی 129 در پهلوی کینوتئاتر زیبونیسا. با کارمندان دفتر مرکز با این رقم تماس بگیرید: 992 44 377 55 57 992 44 377 55 55. خاطررسان میکنیم که نمایندگی به دادن پتنت مشغول نیست، بلکه تنها به شهروندان تاجیکستان رویخط جایهای کاری خالی در شهر و ولایت مسکو را پیشنهاد کرده به آنها برای پیدا کردن جای کاری برایشان مناسب کمک میرساند. این مرکز به مهاجران آینده همچنین در خریدن چپته برای سفر به مسکو و گرفتن نوبت در دفتر اساسی مرکز سخر و در پایتخت روسیه یاری میرساند. نمایندگی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان روز 9 نوامبر سال 2022 رسما باز شد. تاجیکستان الکی دومین کشور است که مرکز سخر و با مقصد تشکیل جمع‌آوری متشکلانه مهاجران کاری افتتاح نمایندگی در چارچوب اجلاسیه اجنام کمیسیه بین حکومتی همکاری‌های اقتصادی روسیه و تاجیکستان صورت گرفت. این اجلاسیه نیز در دوشنبه دایر شد. هر سال بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان یا تقریباً نصف اهالی قابل کار این کشور به جستجوی کار به خارجه و اساساً به روسیه میروند. بخش اعظم آنها در شهر و ولایت مسکو کار میجویند. سال گذشته از روسیه و اساساً با شرافت مهاجران تاجیک به تاجیکستان بیش از 2 میلیارد دلار پول فرستاده بودند. پولهای از روسیه فرستاده مهاجران منبع اساسی تامین زندگی اکثر اهالی در تاجیکستان به شمار می رود.